کویت، پایتختش کویت. کویت یکی از کشورهای آسیای غربی به حساب رفته. سال 1961 از بریتانیای کبیر استقلالیت خیش را به دست آورده است. دارای 6 ولایت است. در خشکی با 2 کشور هم مرز است، با عراق و عربستان سعودی. 500 کیلومتر مرز ساحلی در خلیج فارس دارد. دینشان اسلام، زبان دولتیشان زبان عربی. مساحت 1788 کیلومتر. یک کشوری مونارخی است. دولت را امیر اداره می کند. اهالیش 4.4 میلیون نفر. کویت با عربستان سعودی، امارات متحده عرب، دولت‌های اروپا، ایالات متحده آمریکا، چین، هند و ژاپن روابط خوب تجارتی دارد.